گویند گلی گل سپیدی جان باز، گویند مهی مه امیدی جان باز، گویند شهید زنده ای دانی چیست، یعنی که تو عاقبت شهید جان باز. خب حتما تا الان متوجه شدید که موضوع برنامه امروز ما چیه. بله، در خدمت یکی از جانبازان پر افتخار خطه پر افتخار و افتخار آفرین کاشان هستیم. از شهرک خاتم الانبیا جناب آقای ابوالفضل اصغریان در خدمتشون هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. به به، درود به شما، این روز به شما مبارک باشه، خوش آمدین. ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، شنوندگان عزیز و تمام کسانی که صدای ما رو میشنون و اعیاد رجب و شعبانی رو تبریک عرض میکنم. با توجه به این حال من این آیه قرآن رو شروع میکنم، بعد صحبتمو. حتما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. درود به شما. انشاءالله که همگی در پناه خدا باشیم و انشالله. این برنامه و این گفتگو هم مورد رضایت خداوند عزیز قرار بگیره. آقای اصغریان عزیز، چند سالتونه؟ من تا الان که اینجا نشستم 62 سالمه، متولد 1/1341. خدا حفظتون بکنه انشالله. هم ما هم هستیم با هم، ما هم فروردینی هستیم. خدا حفظتون بکنه انشالله که سالم و تندرست باشین. چی شد رفتین جبهه؟ چند سالتون بود؟ از اول بذار من شروع کنم که ممکنه وقتم خیلی زیغ بشه. من ابوالفضل اصغریان هستم، از ساکن و به قول معروف بزرگ شده شهر مشکات که افتخار میکنم. در سال 1359 یعنی 57 من ازدواج کردم. بله. سال 1359 بچه‌م 40 روزش بود، دختر اولینم که 4 تا دختر دارم، یه پسر. مثل خودم پسرم هم تک فرزنده. با توجه به این حال زمانی که جنگ شروع شد، اوایل جنگ اولین نفری که بسیج اعزام شد، اگه به قول معروف بلوف نزنم، خود من بودم. یعنی اولین بسیج اعزامی بودین؟ بله، تو روستای خودمون از مشکات. بله من بودم. اما خاطرات تلخ و شیرینی داریم و وقت نمیدونم چقدر خود بود. من تمام هدیه‌ای که برای خانمم سال 57 بردم، بله. واقعا من تمامو فروختم، چون که اروز کاشانم اعزام درست نداشت. از طریق آموزشی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم داشتن، ما اونجا رفت آمد کردیم، صبح میرفتیم غروب می اومدیم، هزینه‌اشو همه رو متقبل شدم. هدایایی که به فرض داشتم تمام فروختم، به این دلیل که خواستم کمکی بکنم که این جنگ به قول معروف جوری بشه که با پیروزی رزمندگان اسلام کمک به جبهه مقاومت که ایران هستش. بله. و همچنان هم این آینه عبرت و این ایثار هنوز که هنوز بعد از سالیان سال تو خون مردم ایران هست. هنوز هم میبینیم که طلاهای خانم‌ها رو میفروشیم و کمک میکنیم به جبهه مقاومت. آقای اصغریان، ظاهراً جو که الان فرمودید بچه 40 روزه داشتید و عازم جبهه ها شدید، نگفتید که خب الان من بچه دارم، به هر حال خانواده دارم، الان این همه آدم رفتن دیگه، حالا ما بچسبیم به زندگیمون؟ بله، منم یه یادی بکنم از آیه مهران مدیری که میگفت که هر کس میرسید میگفت عاشق شدی؟ بله، انسان عاشق میشه در هر لحظه، نه سن جوانی که اون روز ما جوان بودیم. من عاشق کلن ایران و اسلام و وطنم هستم که جانم هم در قبالش میدم. خدا حفظتون بکنه. البته اینو فقط در حد یک شعار نمیدونید و عملی کردید. اگر خانم ببخشید عذرخواهی می‌کنم کلامتون قطع می‌کنم، اگر روز به روزگاری برگردیم به سال 1357 بله. که اوایل انقلاب ما در اون 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید که خدا رو شکر میکنیم.
باز هم برمیگردم به همون زمان، با همین سنی که دارم برمیگردم به اون زمان، تا اونجایی هم که توان داریم از دینمون، خاکمون، مملکتمون، ناموسمون دفاع میکنیم. خدا حفظتون بکنه انشالله. بفرمایید که وارد جبهه شدین، توی چه عملیات هایی حضور پیدا کردین؟ چه چیزی اونجا بیشتر توی ذهن شما پررنگه و دوست دارین اینجا برای ما تعریف کنین و یه توصیفی البته داشته باشین، چون ما هیچ وقت متوجه نمیشیم چه بر شما گذشته. اما گفت وصف العیش نصف العیش. بله حظی ببریم. زمانی که ما اعزام شدیم در تاریخ 27/11/1359 اعزام شدیم و رفتیم به حساب طرف آبادان، از آبادان که به حساب موضع پدافندی بودش طرف ذوالفقاریه و فیاضیه آبادان. اونایی که به حساب در اون زمان بودن خاطر خوبی ندارن متاسفانه، واقعا هم همین بودش. در اون زمان سال 60 عملیات حصر آبادان شرکت کردم. وقتی که شرکت کردم من مجروح شدم. یکی از بچه‌های آمل هم اسم هم فامیلی هم رزم منم به حساب بودن در اون زمان. زمانی که به فرض اتفاق افتاد اون بنده خدا شهید شد، من مجروح شدم. اسم پدر و تاریخ تولدم یکی بود، فقط مکانم دوتا بودش. عجب. منو به عنوان شهید اعلام کردم که هنوزم نامه بنیاد شهید ما هستش که به حساب حالا شهیدان زنده اند، الله اکبر. به توفیق قسمت ما نشد، اما مجروحیت داریم. من در عملیات حصر آبادان شرکت کردم، عملیات کربلای 4 مجروح شدم مجددا که ترکشم تو سرم هستش، و از طرفی هم عملیات عقب نشینی عراق که زمانی که بودش که سال 63 بود، من روز سرباز بودم، و از طرف سرپل ذهاب یه جایی بود بهش میگفتن دو پستانکی و کورموش، بچهای اونجا میدونن چجوریه. قرار شد یک عملیات خیلی سنگین و موفقیت‌آمیز انجام بدیم و که متاسفانه ستون پنجم چنان اطلاع دادن به عراقیای بعثی که خدا لعنتش کنه، اینا اومدن عقب نشینی کردن، از سرپل ذهاب رفتن تا ارتفاعات آقداغ که قصر شیرین میشه، و ما اونجا اومدیم بین قصر شیرین و دوراهی نفچر موضع پدافندی گرفتیم و زمانی که به فرض اونجا قرار گرفتیم دیدیم توپخونه دشمن، حتی تانکای دشمن دارن تک به تک بچهای منو متاسفانه میزنن. اومدن اطلاعات عملیات سپاه و اطلاعات عملیات ارتش جمهوری اسلامی اینا هماهنگ شدن، گفتن که باید ببینیم چه اتفاقی وسط افتاده. یه جایی بودش، یه قله‌ای بود طرف چم امام حسن بین نفچر و قصر شیرین که بهش میگفتم قله قلاویزان بودش. چون که بلندترین نقطه ارتفاعی بود و تسلط کامل حتی به شهر گیلان غرب و قصر شیرین و نفشر داشتش، در این دو منطقه نیروهای ما رو تک به تک میزن. انشالله با آبروی امام حسین خدا نگهدار همه رزمندگان اسلام بشه، چه ارتش، چه سپاه، چه بسیج، چه اونایی که در حال مقاومت هستن، خدا خیرشون بده. بسیار عالی. اطلاعات سپاه اومد اینا رو چیکار کرد؟ رفت سراشون برید. یعنی به محض اینکه این اتفاق افتاد مثل آبی بود که رو آتش ریختن. درست. تمام توپخونه دشمن مثل که خاموش شد. بسیار عالی، بسیار عالی. این هم خاطره که هم عجیب بود در خودش در ابتدای کلامشون، هم دردناک، و البته که باید گفت سرانجام همه این خاطره ها خوش بوده و ایران ما همچنان سرافراز و سربلنده. آقای حمامی زمانمون کوتاه، موافقین بریم بخش بعدی رو بشنویم؟ بله، اما با یه مقدمه‌ای بریم. خیلی ها میگن که تو این ایام جانبازها شهدا چقدر پول میگیرن، چقدر حقوق میگیرن، چقدر مزایا میگیرن از دولت یا نظام. با این مقدمه بریم سراغ گزارشیمون که جناب آقای شجری تهیه کردن، بشنویم و برگردیم. سلام دارم خدمت مردم شهید پرور کاشان. امروز جنس گزارشمون با همیشه فرق داره. یه سوال چالش برانگیز داریم، بریم که بشنویم مردم چطور به این سوال پاسخ میدن. همراه ما باشید.
آقا من میخوام یه دست شما رو بخرم، چند میفروشی؟ فروشی نیست آقا. کسی که مثلا دستشو بده میلیاردها پولم بگیره وقتی دست نداشته باشه چه به درد میخوره؟ اعضای بدنمو بدم بفروشم که پول داشته باشم؟ نه آقا من میخوام یه دست شما رو بخرم، حاضری بفروشی؟ چند میفروشی؟ نه اصلا، برای چی بخوام بفروشمش؟ اگر ما بخوایم یه دستتون رو بخریم شما چند میفروشید؟ نمیفروشم، قاعدتا نمیفروشم. درسته. چرا نمیفروشید؟ عضوی از بدنم کلی باش میتونم کار انجام بدم، یکی از نعمتهای خداست. آقا ما میخوایم یه دستت، یه انگشتت رو بالاترین قیمت بخریم، آیا حاضر بدی؟ نه دنیا رو بدید نمیدم. آقا من میخوام یه دست یا انگشت شما رو به بالاترین قیمت بگیرم، آیا حاضری؟ بنده حاضر نیستم یه بند انگشتمو بدم برای همه دارایی. یه روزایی یه آدمایی بودن که بدون هیچ چشم داشتی رفتن و ایثار کردن، دست خودشون رو، پای خودشون رو دادن. اگر بخواد یه پیامی برای جانبازان عزیز ما داشته باشید، اون پیام چیه؟ واقعا کار خیلی بزرگی کردن، واقعا کار خدایی کردن که این کار رو انجام دادن به خاطر ماها، به خاطر ناموسمون. اگه اینا نبودن ماها اینجا نبودیم. تشکر دورادور ازشون میکنم و سپاس که واقعا این کار مهم رو انجام دادن تا ماها روی این کره زمین راه بریم. واقعا از خودگذشتگی تو جامعه ایران یکی از چیزایی که اصلا نمیشه با هیچ چی سنجیدش. یعنی چجوری بگم بهتون، جانبازا وقتی رفتن برای میهن خودشون، برای خاک خودشون دست و پای خودشون رو دادن، اصلا انسان نمیتونه با هیچ وصفی، با هیچ درجه‌ای، با هیچ معیاری، با هیچ متری نمیشه اینو اصلا سنجیدش. به نظر من تا هر چی بخوای بهشونم بگی یا هر چی بخوای به پاشون بریزی بازم کم به پاشون ریختی. قطعا تشکر میکنم از جانفشانی که کردن. درسته تشکر ما جای همون دست، پا یا عضوی از بدن یا اعصاب و روان اونا رو نمیگیره، اما تنها کاری که از دست ما برمیاد همین تشکره و امیدوارم که اجرشون رو از علمدار کربلا بگیرن.